که از مطالعاتمون اسم سفر اونهای ایال‌ها داشته باشن. اوکی؟ ارائه من کلا تخصصی دانشجوی در واقع با شما هستش. با یه چیزی بهتون بگم بچه‌ها، شماهایی که اینجا تشریف آوردین در هیچ جلوتر در واقع که نمی‌مانند امروزتون مورد. ارائه من کلا سه بخش بخش اول ابزارهای آموزشی، بخش دوم ابزارهای ارائه، بخش آخر ابزارهای برنامه‌ریزی هستش. بخش اول به دو قسمت تقسیم میشه: نوچیپیتی و متد کلمه. نوچیپیتی چیکار میکنه؟ استفاده کردن از پرسیدن جزء فایل هر چیزی که شما اونجا آپلود کنید بهتون تحلیل کنه و مقدار کلیدی که لازم دارید بهتون تحلیل میده. خلاصه‌سازی هوشمند انجام میده در واقع. اوکی؟ مجالش اینجاست هر فایلی باشه شما اونجا قرار بدین، هر فایل PDF باشه، ورد باشه، اکسل باشه و پاورپوینت باشه ترکیب بدین، قشنگ کامل و جامع ارائه‌تون رو بدین. و چیزی که بهتون بگم نوچیپیتی فیلتر نیست، رایگان هستش. نوچیپیتی خدا رو شکر فیلتر نیست و میتوننش اجرای کنید. و چیز جالب‌تر اینه که یوتیوب داره یا یوتیوب داره اونجا و نیازی که شما برید داخل یوتیوب یه لینک رو کلیک کنید که داره داخل این ابزار نیازی نیست خودش یا یوتیوب داره و هر کاری که شما لازم داشته باشید استفاده بکنید. مثلا میگم ابزار تخصصی در آموزش زبان واسه تو میاد بالا قشنگ خودش دست‌بندی میکنه و بهتون تحویل میده. خودتون چند رسانه‌ای خب این فایلی که شما آپلود کردید استاد میخواد که به صورت پاورپوینت تحلیل کنه. با نوچیپیتی کمتر از یه دقیقه که بازم اون فایلی که شما آپلود کردید کمتر از یه دقیقه که شکل شمالی شما میتونید انتخاب میکنید و تحلیل مپ دارید و نقشه‌های ذهنی. خب یعنی چی؟ شما فایل آپلود کردید یا فایل باشه یا لینک باشه یا چیزی که هستش نقشه ذهنی یه تعریف کلی به شما داده میشه، این قشنگ کار رو در میارید و متوجه میشید. واسه شب امتحانی هم خیلی مفید هستش. و داشته یک بسری خب میتونه یه سری فایل هستن سختن، پیچیدن و سایر موارد ایتوگرافی به صورت ایتوگرافی تاثیرش به شما میده میتونن ازش استفاده کنید. کاربردش واسه نوچیپیتی یا کاربرد نوچیپیتی واسه دانشجویان هست، واسه اساتید، واسه محققین در واقع. بعد چند روز پیش این طور پیش خود نوچیپیتی رایترش اضافه کرده. یه رایتر چی واسه اون مقاله می‌نویسه، ریوایدش میکنه، یعنی قشنگ تحلیلش میکنه، بهتون درگیر میکنه. یعنی چی؟ یعنی که شما وقتی که فایل بزنید در رابطه با مثلا به نکات آموزش زبان یه مقاله مثلا بنویسید یا اصلا خودش مسئولی در تو خود نوچیپیتی کار دقیق انجام میده. مقاله بنویسید خودش اول براتون می‌نویسه، بعد انسانیش میکنه، قشنگ انسانیش میکنه و در شما میره. حالا بعد حالا ما نقشه ذهنی کنید که ایتوگرافیش دسترسی به نوچیپیتی خیلی راحته. در نوچیپیتی میخواد یک ایمیل الان معمولا میگم که ایمیل دارم با ایمیل دست موسیقیش هم گرافیکش هم هست داخل سایت سرچ میدهید نوچیپیتی اولین سایت هستش اینو داده براتون تو دفاعی هم نیست رایگان فیلتر هم نیست و هر چیزی که میخواین لازم نیست یک مانور رو نگوستم به که ایشون برای میده بکنید خیلی در استفاده کنید اونجا یک یوتیوب داره هرچی استفاده داره اونجا میداره یا نه هشتی که هستش سرچ مثلا یا نمیسی که بگین داخل یوتیوب خود اونجا سرچ میکنید تحقیق دادنه کاملای دوباره و جالبش اینجاست اگه دوباره انگلیسی مسلح نیستیم که فارسی لنگویج داره فارسی میخواد کنید واسه تحقیل و خلاصه فارسی هم تحقیل کنید ایاری چند داره یعنی چی وقتی سوال واسه پیشنهاد که ازش بپرسید حالی که دیگه این فایل واسه هم در بهتون تحقیل کنید و بچه که حساب کرده دست بکنم بچه حساب کرده من خودم شخصا خاطر ریاضی اومدم زبان واقعا نمیفهمم
ولی کاش اون اگه با این نکته آشنا شدم قشنگ الان بشم درک نمی‌کنم. واسه حل مسائل چه فیزیک باشیم چه ریاضی باشیم چه نمی‌دونم شیمی باشیم واسه حل مسائل این سایت عالیه. فارسی بچه نمی‌کنیم این فضول کن که داده دیگه داشتیم اندکسی درسته ولی نکات کلیدی که در من داد فارسی در انگلیسی شما بگید من انگلیسی بگید اردیش فارسی چون هر چی دوباره قشنگ میتونید اینجا ترنسلیت کردم اینجا انگلیسی بود اینجا لنگویج بود داره بزن فارسی عربی اردو چینی و چیزی هر چیزی که هستش کنید مرسی از شما دوست یاد می‌گیرید. با آفریقا دیگه هم بده بچه‌ها با سایت تمرین کسی آشنا کنید که موقت ببینید موقت شما اون وقتی سرچ کنید موقت شما یه فیلم شما هست اگه موقت اینجا یه ایمیل میاد ما بشین کنیم بری آزاجا گام‌ها و هر ایمیلی که داره کنید چت می‌کنید واسه سایر موارد بشین کنید تصمیم بیشتر بگیرید مثلا خود نشون که من معدل است نه معدل کاری نداره شما با یک ایمیل موفق هر بار اصلا نیست که وقتی به معدل بودن 400 صفحه کنید با ایمیل موفق باشتون خیلی میشه در واقع چیزی که کاور کنید چیزی که یه وجود داره چیزی که ایمیلیشن داره پایکون جافا دیگه بیشتر از استادیشن گفتم راکتر خیلی مهمه در چه که مقاله بنویسن یا تحقیق کنن ریوایت کنن بودن که دارم خیلی خوب کیمود داره بعد پوپولاریتی هم نشون تحقیق کنن مقاله‌ای که ما تحقیق کردیم یا مقاله‌ای که ریسرچ کردیم این کاری که را به هزاره که کار می‌کنه شما این که یوتیوب کاری نداریم یودمی و کورسرا که دوستون اشاره کردن شما لینک کنید اینجا کلیک کنید داخل کنید و هر چیزی که داریم که انگلیسیه آره دوره‌های کورسرا و یودمی انگلیسی هم من اصلا متوجه نمیشم چیکار میکنم بهشون اینجا میدارم فارسی میکنم اصلا تحلیلش میکنه نکات کلیدی که لازم دارم و ارائه میدم و مورد دوم مطمئن هستش میشه گفت که هوشمندش گوگل و گوگل هم خود قدرتمنده نیاز دیگه گوگل این قدرتمنده دیگه اولش مسئولی در مورد سیستم هستش و یه دستگاه ساده در مورد یه دستگاه ساده است یه رفیق رایگان مثلا کار انجام میده جای پاکایی و جدایی هستش و این ماده خصوصی نیست که بگیره ازم و بتونه کار رو در کاری که میکنه ایده شما با متوسط کار تولید محتوا هستن یه ایده بهش میدید خودش گسترشش میده و چیزایی که فکر میکنید خیلی براشون مفیده در جایی به استفاده میکنه متوسطه تمام شما یه فایلی اونجا آپلود کنید حالا یا که یوتیوب باشه و هر چیزی که لازم باشه اونجا آپلود کنید دو تا هوشمندی صحبت یا با این فایل در فارسی در دو چیزی که شما دارید باشه حالا یه فایل استاد باشه جزوه قشنگ تحقیق و اون شخص رو هوشمندی با هم که صحبت میکنم مثلا میگم من یه فایل داشتم روزانه چقدر کم بخورم واسه اصراف نکنم میگه یوسف زیاد نخورم یوسف زیاد داره و کمش میکنم و بهمون توضیح میدم و جامیش اینجاست من میتونم دخالت کنم یعنی که وقتی دو نفر تحلیل میکنن من میتونم دستت چی داری بگیم من اینجا میتونم دخالت کنم میتونم صحبت کنم و وقتی شخص صحبت میگه هوشمندی شما توی صحبت کنید بعد شما سوال کنید در طول من خودم شخصا چون رشته ادبیات انگلیسیه
به شکسپیر اینا علاقه‌مند هستم. یه فایلی گذاشتم در خود دیوان شکسپیر. گفتن شکسپیر خب داشت صحبت می‌کردن. شکسپیر چند تا زن داشته؟ حالا فلان چند تا بچه داشته؟ یه سری توضیحات رو گفتن به اون مربوط نیست. آقا رئیسی کارو تو مردم چطور از نوتور علم استفاده کنن؟ مطالعه قدرت گفتم که پشتمونش گوگل یکی از کلمات‌هاست و ما هر چیزی که تحلیل عمیق خودمون تحلیل عمیق داره. اینجا نیست که شما بزنید که من تحلیل عمیق می‌کنم شما پشت ریسرچ داره قشنگ تحلیل آره سورس‌های معتبر مثلا میگم دوستان که میخوام مقاله بنویسن گوگل اسکالر رو استعمالا بشناسن که مقاله می‌نویسن خودش از همونجا در میاره من آبش سورس‌هایی که میده قابل معتبر و قشنگ بهترین ها رو می‌کنه و بعد اون سازمانی کنید مقاله که جا گذاشتی بود قشنگ سازمانی می‌کنه هر دیتا یا هر کاری که گذاشت همونجا رو نگاه میده بخش آخر ایده‌های جدید خودم گفتم مثل دوستان که متمرکز بودن واسه خیلی مسئله پیشگاهشون گفتیم که برنامه تکنیکی خلاصه‌ای کاملی انجام میده سازمانی پیشرفته است که سری گزاره‌ها شما می‌خواید که آپلود کردید نقشه تکنیکی جدا میده شما میگی آقا من این سال دوره شروع سوال ایجاد می‌کنه هر سوالی داری بپرسید اصلی کنید که بعد اصل دانشجویی کاربردش واسه دانشجویان هستش تبدیل یادداشت‌ها به ایمیل خبرنامه تولید کنندگان محتوا کار معروفه گوگل اینه که اسمارت نات هارد یعنی چی؟ هوشمندانه فکر نه سخت درسته هوشمندانه ازش به کار بگیرید با دوباره که همونطور که گفتم جزوه که میگیری و فایلی که آپلود میکنی خلاصه میکنی یادداشت میکنه هر سوالی که داشتی باشی پرسشی که ایجاد میشه و انسرش که جوابش رو میگیری و دارتر میشه پادکست که هوشمندی که با هم کسی صحبت میکنن چون که دخالت هر سوالی هم داشته باشی پیادهش رو بکنی مقایسه نوتوبیکی و نوتوبیکی من توی قبلا گفتم بین مثل شیامی و سامسونگ هر دو زبانن هر دو میتونن ازشون استفاده کنن در جاهای مختلف مثلا میگن سامسونگ واسه که تولیدش خیلی خوبه شیامی مثل کاری دیگرش هزینه‌اش یا کارش ویژگی‌هایی که دارن خلاصه‌ای متون هر دو عالی پرسش بازپذیر هر دلیل اون سریه ولی پروتکل تحلیلش خیلی مهمه خودم تحلیل میکنه و جواب میده منابع مختلف نوتیفی ساده است ولی ما میکنم که شرط است داره در این کاربردیش در واقع مثل مال کاربردیه ولی میتونم چون یک کرداست میکنه کردن و واسه یادگیری روزانه بسیار مناسبه شما هر روز میتونید ازش استفاده کنید اگر به مدیریت پلیس از ایمیل مراقب استفاده کنید ما تو کردیم بیشتر واسه کاری در حالی هستش دوستان مقاله بنویسن و یه پردازی کتاب بکنن و داره تولید محتوا میکنن انجام میدن خب برسید مورد بعد ابزارهای ارائه من از ویزیکست داشتم کار کنستم آقا چجوری میتونید ارائه‌های ساده از وارد سوشی نرشون بیارید یعنی چی؟ یعنی بچه این سوال دیگه دیگه دست بشید و اینو باید ابزار ندارم ولی ابزار شرکی بود ابزار شرکی اون ارائه‌هایی که داریم چطور از ساده درد بیارید الان من بازم توی نکنم ارائه کسی ما خیلی ساده بود نبود اونایی که موافقن دست بالا رو گیرم خیلی ساده بود چطور از آن سادگی ترش کنم خیلی راحت با نام چطور کنم این مطلب ساده بود من آقا
نشان دارم چطوری میتونه بکنید؟ حتی اشتباه بکنید که متن ساده مثلا میگم نکات آموزشی در تدریس زبان جدا از متن تصاویر مخاطبین نبینید تصاویر جذاب اینگیج در اون دقیقه چشم شما قشنگ‌تر می‌کنه اونجا می‌ذاره این قشنگ اینگیج می‌شه مخاطب عزیز چیکاری می‌تونه بکنه؟ دارونای سوال باز راه تسمه خودکار خلاصه‌ای مطالب در جذاب مدرسه سری جذاب واقعا سریع‌تر کمتر از 30 ثانیه دیگه کمتر از 30 ثانیه من دیشب که داشتم تستش می‌کردم در کمتر از 30 ثانیه این ارائه جذاب من لازم نداشتم قشنگ تعریف کنم برای دوستان دانشجویان که استاد ارائه می‌کنه نیاز نیست شه قبل از امتحان 5 ساعت واسه کارکردن بذارید حالا آره 5 تا 6 ساعت واقعا زمان‌بر هستش ما با کامار همون روز حالا ارائه کمتر از 30 ثانیه ما خودتون تصویر باید یوفی جان ما گفته خب وقتی خودتون ساختن سخت نیست درست واقعا سخت نیست چه کنم باید ما خوبه چگه هم محتره سریع ساده حرفه‌ای و واقعا نیاز به طراحی کنه اصلا نیاز نیست که شما باید مهارت داشته باشی که پاروشون بزنید وقتی یه بار اومدن به داد ما برسن در دیگه استفادهش گاما اپ یا گاما پیکار فرق نمیکنه شما اگه میخواید اپلیکیشن سازی کنید گاما اپ بشه با کنید رو پیدا روش کنید تصاویرش هم گاما پیکار هستش تصاویر اصلا واقعی تعریفش کنید یه جوری تعبیر نگاه ما رو بودم با تصاویر واقعی قشنگ بشه تعریف چیزایی که ندارم داشتم بعد میشه دوست اگه میخواید ادیت هم بزنید میتونید باید مثال بالاتر بره مثلا میگم عادت عادیش 10 تا میده چون کار ادیت میتونید اضافه‌ترش هم انجام بدید مشکلی نیست و میرسیم به آخرین مورد ما ارائه و ابزارهای برنامه‌ریزی قبل اینکه بریم واسه فکر دوست داریم اون باز سوال بپرسیم چطور پروژه‌های طولانی مدت رو مدیریت کنیم تا قبل از اینکه برسیم بچه‌ها نظرتون ما چند کیلوان چند می‌خوره 83 من با وکتور ای‌آی و مقایسه که دوستون معرفی کردن از 100 کیلو اومدم به 83 در عرض 6 ماه با وکتور ای‌آی و مقایسه مشاوره ورزشی مشاوره تغذیه در عرض 6 ماه از 100 کیلو اومدم به 83 و باید میگم بچه این اهداف اونقدر سخت نیست چیزایی که شما میخوان خیلی ساده است ولی ما سختش خیلی ساده است با کمک وکتور ای‌آی و فوتبال بازم میگم طرفداران مال من نیستن ولی واقعا کاربردی هم ممکن به اهدافتون برسید فقط ساده است فکر کنید هوشمندانه دیگه سختش این وکتور ای‌آی چی بهش کاری می‌کنه در واقع یک پلتفرم مدیریت برنامه‌ریزی هست جاش اینجا داخل خود فکرات سوال یعنی شما که چرا به هوش مصنوعی کانکت هست رو داشته باشید که ازش بپرسید مثلا میگم من خودم تیچر هستم من یه سری تسکا دارم خودش واسه من برنامه‌ریزی می‌کنه اولویت قرار میده چیزی که شما لازم دارید حساب واسه من اوکی می‌کنم لازم نیست که من استفاده کنم داخل دفتر می‌نویسم یه ساعت بعد چیکار کنم درش کار کردم با وکتور ای‌آی کار رو راحت انجام بدید. واسه دانشجویان مفیده، بعد مفیده تمامی رشته‌ها، مثل خوب که سری رشته هستن مثل پزشکی یا حقوق، اونا دستمزدشون رو دارن ولی در کل واسه همین رشته‌ها رو مسئول آیا برای همین رشته‌ها جوابه؟ بله. برای همین رشته‌ها جواب هستش و هر رشته‌ای که کار می‌کنه این دو تا هستش که گفتم دو تا رشته حقوق یا پزشکی هر یک از این پلتفرمی که از خودشون دارن و بیس اونها چیزی که
یعنی از لحاظ نوشته فرق جان؟ مناطق برای نوشته دوم نوشته فرق ولی کلاً ویکتوریا همه رو کامل دیگه نمیشه. و در آخر خلاصه‌ای از این زبانی که تحت پیدا هستش نکته که مثل همون دوستی که شده امکان جزء خلاصه شما که در دست شما قرار میده این بسیار هوشمند و باهوشه میتونید ازش استفاده کنید پروژه ها تحقیقات و مقالات و اقدام این نجات دهنده است واقعا اونایی که استفاده کردن نجات دهنده است واسه ارائه‌های ساده و چرت خودمون و جذابش کنیم و در آخر میرسیم به پیداد عزیزمون وقتی دنبال تولید محتوا هستیم یا یه پردازی یا مقاله و هر چیزی که هستش حتی برای اینوستار کفش می‌گیره و همیشه در کنار شما هستن با این ابزارها این ابزارهایی هستن که من چی می‌خوام بگم فقط یاد بگیریم ما کمک کنیم که بهتر سریع‌تر و هوشمندتر کار کنیم زندگی رو کنیم سر یه چشم باشه یه اوکی حتما در آخر گفتشو با سوالی داریم در خدمت هستم گاما باید خودمون هم میتونیم مثلا بهش مطالب رو بریم تحقیق کنیم به خاطر یا اینکه نه مطالب رو میدیم یه متن ساده من اونم گذاشتم میخواد آموزشی در تدریس دارم ما هر میخواد جدا از متن تصاویر جذاب هم سرویسون میدم برای آخر دوباره میتونم این هم صندوق علمی اجرایی در حد ریاست نیست ولی خب اینا هم رسون بنده هستش کارشناسی رشته کنیدیسی که من پیشم رفاه کردم تو پایان نامه هم از ایش مصنوعی استفاده کردم استاد نامه هم فهمید بین خودتون باشه دانشگاه پیامگیر بند لباس بهترین دانشگاه بزرگان جهان مؤسس و دبیر کانسول خارجه که این با همکاری که هستم و اعضای اینجا تشکر کنم تا روار های جدیدی هم دیگه از مؤسسی نه من انگلیسی رو و دوست دیگه یادداشت برای افشار سریال مؤسسی رو در آخر باقی فاضل هم ممتاز که پولیسون هستید و به کلیش پادشان انجام دارید پژوهشگر زبانشناسی سرسا و ولی چشم‌مصنوعی ما هستنش و در آخر درس زبان‌نویسی در دوره یادداشت متخصصی نمیگم از ایوان تا سیوان یا هر جا که نیاز داشتید ما هستیم بچه‌ها این کانال این دنیای کانال ماست کانال دوم خارجه یوتیوب هست، اینستاگرام هست، این قرار ادریسی هم تلگرام و هم اینستاگرام بالا و داره خبر می‌کنیم اهدافی که داریم وبیناری که حالا مثلا برگزاری داخل فیرم‌ها و مدارها با یه سری از دوستان که ژاپن، عمان، اتریش، آمریکا و لندن سری وبینارها و دوستان که نوشتار هستن دعوت کردیم که بیان وبینار تجربه خودشون ما به اشتراک بذارن. اگه داخل کانال ما میاد از هیچ عقب نمی‌کنیم این کانال کاری درست میشه گفت که بزنید ابزارهای نگاهی که هر ثانیه اضافه میشن هم میشه که معرفی کنید با تلفیزیون خبر نداریم حالا یه سلامتی به یه دست بگو